لیگال آیا به نظر شما موجهه که ما از یک رهبر یک اپوزیسیون بپرسیم آقا بیا به ما بگو مدرک تحصیلی شما چیه؟ من شما نمیگی من دکترم درس میدم، مدرک تحصیلی شما اسمش چیه؟ اینو موجهه بپرسیم یا مجازی یا مجاز نیست؟ ببین آقای اسکرین، من فکر کنم این دقیقاً کاری که جمهوری اسلامی میکنه، ناصادقی. ببینید من الان اگه تو دنیای واقعی اسم و فامیل منو بزنین توی آمریکا با حدود $5 میتونین شجره‌نامه منو بکشین بیرون. آقای فخرآور من این کارو کردم آقای اسکپتیک و لزومی نداره الان اینجا بگم. من 1.5 سال پیش کردم چون دوست داشتم یه آدمی، چون کسایی مثل من که تو آمریکا حقوق خونده باشن از ایران خیلی کمن، دوست داشتم پیدا کنم مثلا ببینم کیه، بگم وای چقدر جالب. خب ببین پریشان، آیا شما وقتی پای صحبت ایشون میشینید، چون به هر حال شما لویر هستید، آیا حس میکنید ایشون سواد قانون داره یا نداره؟ ببینید سواد قانونی یه حدی داره ولی آدم بسیار خوش زبونیه، بسیار. نه میدونم اینو میدونم، ولی وقتی که جاهای گیر میفته مثلا میخوای ببینیم این وارد درسشو خوب خونده یا نه. نه ولی معلم خوبی میتونه باشه. بله خیلی خوش صحبته، بسیار خوش صحبته ایشون، بسیار. بله. ولی شما سوادی از توش نمیبینید، درسته؟ ببینید سواد برای معلم، چون ببینید وقتی شما یک کریکولوم رو درس میدی تو دانشگاه، یک کتابی داری اونو میخونی، پاورپوینت درست میکنی و دیگه بعد از چند وقت درس دادن بهش خیلی وقوف پیدا میکنی. ببین پریشا، من چند ماه پیش من به صحبت می‌کردم، یه دستی من بهش زدم، خب که اگر خلاصشو بخوای، اگر مسلط بود سریع قشنگ جواب منو میداد. راجع به نچرال رایت صحبت کردم باشه، یه دستی کوچولو زدم، گفتم این اینجوری نیست، ها که اینجوری هم بوده به احتمال خیلی زیاد. من ولی یه دستی زدم بهش، آقا ریخت به هم، چون که من بهش گفتم تو دکتر نیستی،